خدایا ببین 4 تا شیوید ما امروز رفت. ببین آقا مشتبه این دفعه میخوام اصلا گند بزنی تو کلم. آقا برد پیت نمیخوام، همون در پیت عالیه. اصلا میخوام ماشین چمنزنی بیاری. اما اصلا شما خیالت راحت. خدایا اما اصلا بفرمایید. دیدی گفتم خراب کن آباد میکنه. لولو بودم هلو شدم. تو نمیری 20 سال جوون شدم. جا داره همین الان برام خواستگاری. گفتم فقط اسلام مو. اگه چیزی دیگه هم یه پاره ابروهاتون اومده، یه تتو عاشقانه هم بزنیم این گنده ششتون. تعارف میکنی؟ میخوای یه میکاپ خلیجی ریز بزنی، یه پیرسینگ هم بکنی تو نافمون؟ مردیم ما. چه روزگاری شده. یه زمانی میگفتن پیرایش سر و صورت. اون از بعضی از آرایشگاه‌های زنونه که دیگه جلوه‌های ویژه است. آدم یاد فیلم‌های چیشی تخیلی میفته. زده رنگ موی خانمه رو داغون کرده. میگه دوبار که موهاتون رو بشوری رنگ موی مورد علاقتون میشه. اونم از بعضی از آرایشگاه‌های مردونه کله رو چاله چوله میکنه. میگه 2-3 هفته دیگه جا میفته. مگه خورش قیمه است که 2-3 هفته دیگه جا میفته؟ گرفتاری شدیم ما.